سلام، من سبام و این بار میخوام یه مسئله خیلی نامحبوبی رو مطرح کنم. یعنی یه چیزی که میدونم خیلی ما دوست داریم یه سمت دیگه ای باشه، هممونا، یعنی حتی خودم هم اینطوری دوست دارم، ولی نه. یعنی میخوام یه چیزی بگم که شاید اینطوری نباشه، شاید هم باشه، نمیدونم. من در حد نظر شخصی و سواد خودم میخوام این مسئله رو مطرح کنم. اه، چند وقت پیش در یک برنامه‌ای که سور صحت مجریش بود و نمیدونم اسم برنامه چیه، من علاللهی میام ویدیو میگیرم دیگه، در راه رضای خدا و هر چی شد میام جلو و حرفامو میزنم. نمیدونم دیگه ببینم اسم برنامه چی بود. یه خانومی که با فارسی و با لهجه صحبت میکرد و مشخص بود که شاهنامه پژوهن، یعنی یک مدل اینطوری از خارج اومدن و در ایران دارن فعالیت میکنن. داشتن میگفتن که گیم آف ترونز خیلی از عناصرش رو وام داره یا اصلا گرفته، کامل گرفته، یعنی حتی وام هم نگرفته از شاهنامه فردوسی. میخوام از یه ور دیگه نگاه کنم، چون اینو دوباره هم دیدم. یعنی نه تنها اون خانوم، یک آقایی که انگار پژوهشگر هم بودن به عنوان مقاله گفتن، من اینو در کنفرانس خارجی ارائه دادم. من خیلی با این قضیه مخالفم. اول اینکه خب ما میدونیم، یعنی یه چیز ثابت شده است، یعنی در همه پیج های فیلم و سینما این اومده. یک چیزی وجود داره به نام جنگ گلها در تاریخ انگلستان و یه سری خاندان‌هایی وجود دارن که قشنگ مشخصن که مارتین یه نیم نگاهی به اونها داشته و خاندان لنیستر و خاندان استارک رو نوشته. خاندان اسمشون هم هست لنکستر و خاندان یورک. و جدا از این سری وقایع تو هست، تو قرون وسطا یه سری شخصیت ها هستن. مثلا یکی از چیزها هست که عروسی خونین خیلی شباهت داره به بلک دینر، یه همچین چیزی که در ادینبورگ اتفاق افتاده. مثلا الان رفتم سرچ کردم یه همچین چیزی مثل این که بود دارن. و حالا مثلا جدا از تاریخ، ما اگه بخوایم به اسطوره ها بپردازیم، دو تا مثال میخوام بیارم که چقدر شباهت داره گیم آف ترونز به اسطوره های یونانی. اولیش اونجاییه که استانیس باریسیون تلاش میکنه برای اینکه از مخمسه‌ای که طبیعت براش به وجود اومده فرار کنه، اون برف و سرمای شمال، به دستور اون جادوگر دختر خودشو آتیش میزنه که قربانی کنه برای خدایان. و به طرز جالبی در اسطوره های یونانی آگاممنون که خیلی معروفه به خاطر اینکه جنگ تروبا از اونه، در کتاب ایلیاد و اودیسه هست و شخصیت اصلی فیلمایی مثل تروی و فیلم اودیسه کریستوفر نولان که قراره بیاد و ما ببینیم. اونجا آگاممنون باد موافق نمیوزه که کشتیاشو ببره، هزاران سرباز و از هزاران گروه متفاوت و خیلی وضعیت سخت و جنگی بوده و باد موافق نمیومده که این بتونه کشتیاشو به سمت تروبا ببره. اول جنگ. بعد میان بهش میگن که آقا تو به خاطر اینکه گناه کردی، گناهت چی بوده؟ این بوده که تو منطقه‌ای که جنگلی که برای خدا بوده، برای الهه بوده، فکر می‌کنم بر آرتمیس هم بوده، الهه شکار، تو برداشتی شکار کردی و برای اینکه این خدا ببخشتت بعد بچه‌تو قربانی کنه و اون بچه‌ش ایفیژنیا دخترشو قربانی میکنه. خیلی شباهت بزرگه، یعنی هر دوتا مشکل طبیعی هن. اون باد نمیاد، باد موافق نمیاد، یکی تو برف و سرما و بدبختی گیر کرده تو شمال. یا مثال جالب ترش که یعنی مثلا تو دفعه مثلا 4 5 به نتیجه رسیدم که دفعه 4 5 که سریال دیدم به نتیجه رسیدم چقدر شبیه. زمانی که آریا استارک میخواد انتقام مادر و برادرش رو از والدر فری بگیره، گوشت تن بچه‌های والدر فری رو تبدیل به پای میکنه، میده اون بخوره، بعد بهش میگه و بعد میکشتش، نمیذاره که مثلا یعنی یک زجر میده که تو بچه‌ها تو خوردی. و نکته جالبش چیه؟ و والدر فری بخواد به چه جور مجازات میکنه؟ خیانت. و نکته جالبش اینه که پدر همین آگاممنونی که گفتیم، آترئوس، یه برادری داشته تسئوس یا تستئوس، اسمش تلفظ اسمش رو دقیق نمیدونم چی باید بگم. این تسئوس بهش خیانت میکنه به برادرش. چیکار میکنه؟ داستانش جالبه. اینا سر پادشاهی رقابت داشتن، جفتشون پسر شاه بودن و آترئوس یکی از گوسفندانش با پشم زرین تو گلش ظاهر میشه و اینو به عنوان اینکه شاه برحقه اعلام میکنه. بعد تسئوس با زن آترئوس میرزه رو هم و پشم زرین رو ور میداره، به برادرش خیانت میکنه در واقع با این کار. آتروس هم میگه اینطوریه، تظاهر میکنه که ما با هم خوبیم، یه مهمونی میگیره و 3 تا پسر آتروس رو میکشه، از گوشتشون غذا درست میکنه و اونو حالا با جادو و اینا یه کار میکنه که نفهمه تسئوس و گوشت پسرش رو به خوردش میده. و خیلی جالب تر این که در مثلا قسمت های بعد از این که آریا این کارو میکنه، تو شمال این حرف هست که آره این کار حق والدر فری بوده، هر کسی خیانت میکنه اینطوری درسته، ما باید باهاش این کارو بکنیم. انگار تبدیل به یک رسم، یک آیین در اون سرزمین خیالی مارتین. حالا ما اصلا میتونیم بگیم مارتین اینا رو مستقیم استفاده کرد، یعنی مستقیم هم گرفته. بعد بگم نه، ما
حتی نمیتونیم بگیم مارتین از اسطوره‌های غربی مستقیم استفاده کرده. اینا رو خونده، بالاخره تاریخ انگلستان رو خونده، همون قدری که مثلا ماها تاریخ میخونیم وقتی مثلا به عنوان یک کسی که مثلا تو رشته ادبیات نمایشی هستیم، همونقدر تاریخ میخونیم، یه ذره اسطوره‌های ایرانی رو میخونیم، ادبیاتی رو میخونیم، یه چیزایی درمون هست، تو ذهنمون هست و موقع نوشتن اینا به کمکمون میاد. ولی مارتین هم همینطور بوده. حتی نمیتونیم بگیم الهام مستقیم گرفته، اقتباس کرده، نه، هیچ کدوم از اینا هم یک جهانی رو داشته میساخته و اون جهان از ذهن مارتینه و اون ذهن خب بالاخره یک ورودی داشته که این خروجه و ورودیش من مطمئنم ادبیات غربی بوده، تاریخ غرب بوده. چرا؟ چون زبان انگلیسیه و اون نمیتونه از زبان دیگه وام بگیره. مثلا ما فرض میکنیم و البته خب نمیتونیم انکار کنیم قطعا وقتی این حرفا از طرف آدم‌های تحصیل کرده زده میشه، قطعا یک سری تشابهاتی وجود داره. دلیل این تشابهات رو من دو تا چیز میتونم عنوان کنم و باز هم میگم این با سواد اندک منه، سواد آدم که لیسانس ادبیات نمایشی داره، دانشجوی ارشد و پژوهشخانه. تو این واحدهایی که گذروندیم من این چیزها به نظرم اومد. من دو تا دلیل میتونم برای این قضیه بیارم که اگه شباهتی باشه و این شباهت فقط شباهت شاهنامه فردوسی نیست. این شباهت میتونه با یک اسطوره در شرق دور باشه، با یک اسطوره در اسطوره‌های اسکاندیناوی باشه. دلیلش اینه که این کشورها ایزوله که نبودن، اینا با هم میجنگیدن، اینا اسطوره هاشون میرفته و میمده. مثلا دیونوزوس یک خدایی که از شرق به غرب رفته، جنگی کردن، یک جنگی انجام دادن و دیونوزوس رو از به غرب بردن، پیروز شدن و خداشون هم زدن زیر بغلشون با خودشون بردن. و قطعا این مثلا اینو ما میدونیم، این مثلا یه سندی هست، مثلا اومدن تطبیق دادن گفتن آره این اتفاق افتاد، قطعا یه چیزای قبل ترش بوده و فهمید. بعد یه دلیل دوم جدا از مثلا جنگ و تجارت و اینا که اینا خداهاشون رو با هم رد و بدل میکردن، فرهنگاشون رو با هم رد و بدل میکردن، یه دلیل دوم اینه که آقا این بشر زیاد با هم فرقی نداشتن، همه ترساشون یکی بوده، سوالاشون یکی بوده. یعنی هر فلسفه‌ای اولش با یه چیزی شروع میشه، یه سوال. مثلا فلسفه شرق و فلسفه غرب خیلی در ابتدا شبیه همن. تا مثلا من واقعا مثلا موقعی که فلسفه رو جدی‌تر میخوندم خیلی به نظرم این بود که مثلا تا افلاطون و ارسطو فلسفه غرب شبیه مثلا آرای چینی بوده، مثلا حکمای چینی که اینا میخوندن، کنفوسیوس اینا. زیاد بشر فرقی نداشته، سر همین اسطوره ها شاید زیاد با هم فرقی نداشته باشن. یه حرفی رو میخوام بزنم، مثلا تو جزئیات ما فرقایی داریم، وگرنه ما سودابه رو داریم، زلیخا هم داریم. خیلی مثلا این چیز مثلا تو یه سری اسطوره های قبل تر از سودابه خود مادر سیاوش، یعنی اینطوری نمیشه بگم مادر خونده است، اون که بزرگش کرده و اینا، اون زن مادر خودش بوده. مثلا تطور در طول تاریخ تحول پیدا کرده. چون از واژه سخت استفاده کنم. آره یعنی بشر خیلی شبیه هم. اگه شباهتی هست من احساس می‌کنم سر این دوتا مورده. و جدا از این افتخاری نداره. ما اصلا فکر میکنیم مارتین شاهنامه رو گذاشته جلوش، ترجمه هایی که وجود داره و از روش نوشته. کما این که بهتون بگم یک آقایی هست، من این کتاب بهتون نشون بدم، این کتاب نذاشتم زیر گوشیم و آوردم که نشونتون بدم. کتاب از سعدی تاراگون، نوشته آقای جواد حدیدی. این آقا کیه؟ دکترای ادبیات فرانسه دارن و خیلی جالبه. میگم من برای تز دکترا اومدم بگم که هر جاهایی که ادبیات ادبیات فارسی وام داره ادبیات فرانسه است رو پیدا کنم برسم. بعد مثلا اینطوری نیست و اومده کلی مثال، یعنی کل کتاب ریز بریز با اسناد دقیق توضیح داده جاهایی که شاعرای فرانسوی ما یعنی مطمئنیم، یعنی اون سال مثلا کتاب سعدی، بوستان سعدی ترجمه شده، به دست لافونتن رسیده و این مسیر مشخصه چطوری رسیده و اون شعر سعدی چطور رو شعر لافونتن تاثیر گذاشته. من این کتابو تو نوجوانی خوندم و صفحه به صفحه‌شو که می‌خوندم بدن من یعنی زیر پوستم اون ذوق و شوق و احساس می‌کردم که ببین ایرانی شاعرای فرانسوی چطور از ادبیات فارسی الهام گرفتن. خیلی افتخار می‌کردم. ولی حتی تو این شرایط هم با این دقت و با این وضعیت هم ما نمیتونیم افتخار کنیم که مثلا فلان لافونتن از سعدی الهام گرفته. الهامه، بالاخره ادبیات خیلی رفت آمد داره، ما اینو میتونیم ببینیم و اینو پیدا کنیم، ولی جای افتخار نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما خودمون کاری نکردیم. ما اگه خودمون ببینید از شاهنامه یک داستانش رو برمی داشتیم به زبان فارسی در خود ایران با فرهنگ ایرانی دراماتیزش میکردیم و تبدیلش میکردیم به یک سریال، به یک فیلم سینمایی، اون افتخار داره. سهراب کشی بیضاییه که بر من افتخار داره که یک نفر در عصر حاضر تونسته به این زیبایی شاهنامه رو دوباره به روی صحنه بیاره. ما نمیتونیم
ما نمیتونیم شاهنامه رو به اون شکلی که هست تبدیل کنیم به سریال و تبدیلش کنیم و این یک فن، یک مهارت، یک دانشه. یعنی کسی که باید چه می‌دونم با ادبیات فارسی خیلی خوب آشنا باشه، با دراماتورژی آشنا باشه و بعد این کارو بکنه از نظر ادبی. بعد حالا اگه بخوایم سریالش کنیم، یک پیش تولید خیلی بزرگ و عظیم نیاز داره، از طراحی لباس و صحنه که بعد اساتید تاریخ کمک کنن، اساتید تاریخ و اساتید تاریخ هنر، تا جزئیات ریز ریتمی که بعد در نظر بگیریم برای سریال، سبک فیلم برداری، سبک جلوه های ویژه، موسیقی متن، همه اینها جزئیاتی هستن که اگه ما خودمون اجراش کنیم افتخار داره برای ساخت یک سریالی از شاهنامه، برای ساخت یک سریالی از تاریخ و اساطیر ایرانی. تا وقتی خودمون نکنیم، خودمون انجام ندیم و اینا تو کتابخونه باشه و حتی ما سراغشون نریم که بخونیم، و من اصلا نمیخوام به کلمت به ایرانی‌ها خورده بگیرم که یه همچین گنجو داریم و نمیخونیم، نه، این اصلا یک مسئله خیلی بزرگتریه، خیلی مسئله در سطح حکمرانی کلانه. به نظر من حکمرانی که برای فرهنگ کشور تصمیم میگیره. من اصلا دور نمیبینم که با کاری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، اگه اسمش رو اشتباه نگم، داره انجام میده و ارجی که به تاریخ و شاهنامه داره مینهه، در سالهای آینده یک سریال خیلی فوق العاده از شاهنامه بسازن، یک اقتباس فوق العاده داشته باشن از تاریخ مشترک ایران و گرجستان، ایران و تاجیکستان. گفتم گرجستان. آره اونا میکنن و زمانی که ما اهمیت ندیم نمیشه. و خیلی هم حتی بیشتر از اینه که ما هزینه کنیم، خیلی دانش فنی و ادبی زیادی میخواد برای این کار. چون من دو سه قسمت از سریال معاویه رو دیدم که کشور عربی ساختن، خیلی هزینه شده، من درک میکنم واقعا در حد فصل اول گیم آف ترونز برای اون سریال هزینه کردن، اما اون سریال گیم آف ترونز نشد چون نتونستن دونید دانش ادبیه رو پیاده کنن، اون هنر رو پیاده کنن، فقط پول دادن و با اون پول هم درست نمیشه. ما باید یک نسل نویسنده تربیت کنیم. ببینید من 4 سال ادبیات نمایشی خوندم و احساس میکنم اونقدر به من آموزش درستی داده نشده که من بتونم از شاهنامه رو بدون استاد بخونم مثلا الان، و بعدش بتونم ازش اقتباس داشته باشم و بعدش بتونم اون اصلا شاهنامه رو اقتباس نکنم، بیام پلان به پلان جلو ببرم و مثلا یک نمایشنامه از توش در بیارم. این ضعف آموزشی بوده که به من داده شده. و جدا از اون من فراغت خاطری ندارم که 1 سال تمام 2 سال تمام بشینم روی یک داستان شاهنامه دقت کنم. چرا اون فراغت خاطر رو ندارم؟ چون یک مثالی بزنم، یکی از دوستان من دانشجوی ارشد انیمیشنه و میخواد چیز بسازه، یک انیمیشنی بسازه و اصلا کل تز پایان نامش در رابطه با شاهنامه است و اینکه چطوری اقتباس کنیم، اقتباس انیمیشنی داشته باشیم. و هر جای دنیا بود این تزیه که باید بهش فاند بدن، هزینه های اون دانشجو رو بدن، هزینه های مثلا این نیاز داره طراح کاراکتر نیاز داره برای پایان نامش، هزینه اون طراح کاراکتر رو بهش بدن و این بره جلو و اصلا اینو بزرگ و بزرگتر کنه پروژهشو و همکارای بیشتری داشته باشه. ولی همچین اصلا چیزی نمیکنه. نهایتا اینکه استاد ادبیاتی بیاد بهش بگه آفرین خیلی خوبه که داری این کارو میکنی و اهمیت میدی. ولی این تو ایران این انجام نمیشه و ما اگه همین امروز یه نفر بخواد شروع کنه که ما بعداً به اون سریال افتخار کنیم و باعث افتخارمون باشه که ایران یک همچین اسطوره‌ای داره و این اسطوره تبدیل به سریال شده، تبدیل به نمایشنامه شده، ما 10 سال وقت لازم داریم، هم از تربیت اون نسله که خودجوش بره بنویسه، چه هم از این قضیه که فاندار رو بدیم، هم از پیش تولید اون سریاله و همه این تجهیزات 10 سال وقت نیاز داریم. و تا زمانی که خودمون نکنیم و زبان فارسی نباشه، چون ما یه چیزی نمی‌دونم سلطه زبان، هر چی تو زبان انگلیسی تولید بشه برای اوناست، افتخارش مال آمریکایی‌هاست. و اگه ما می‌خوایم این افتخار رو بگیریم بعد تحت سلطه زبان خودمون باشه، تحت سلطه جغرافیای خودمون باشه و این کار انجام نمیشه. چون اون کسی که در رأس اموره نمیخواد، واقعا نمیخواد. و جدا از این ما مشکل برق داریم، روزی 2 ساعت داره برقمون میره و این کشور کشوری نیست که بخواد سریال تولید کنه که ما بعدا بهش افتخار کنیم در حد گیم آف ترونز با عناصر خودمون. و چیزی که هست، زمانی که میان میگن در این رابطه، من به این فکر میکنم چقدر شاهنامه پتانسیل داره. اگه یه چیزی شبیه اون بوده و تونسته به اینجا برسه، یعنی ما تونستیم یک خط نازک، نخ نازک ارتباط بین شاهنامه و گیم آف ترونز پیدا کنیم، یعنی شاهنامه پتانسیلشو داره. ولی برای انجامش اون هزینه لازمه و یک کاری هم نیست که بگیم حالا خودمون بکنیم، حالا به خودمون علاقه داریم، مثلا اهل مطالعه‌ایم، نوشتیم، این کار انجام بدیم. نه، این خیلی کار بزرگه، یعنی یک صنعتی رو طلب میکنه، کار یکی دو نفر نیست. خوشحال میشم نظراتتون در این مورد بدونم و به همیشه با تموم کردن ویدیوها مشکل دارم. امیدوارم تکنولوژی انقدر پیشرفت کنه که این شریک کنه و تیر رو بخورم متوقف شم. خدافظ.